Khomeini rises. سید احمد خمینی پسر سید روح الله خمینی بود. سید احمد چشم و گوش پدر بود. هر کس و در هر مقامی می‌خواست با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کند، باید با سید احمد هماهنگ می‌کرد و در صورتی که موضوع مورد تایید سید احمد بود، اجازه ملاقات می‌گرفت. داشتن این اختیارات قدرت زیادی به سید احمد داده بود، به طوری که سالهای اول انقلاب 57 و دوران جنگ با عراق که برای کشور سخت و پرتنش بود، شیرین‌ترین زمان زندگی او بود، تا جایی که سودای رهبری را در سر می‌پروراند. ولی بعد از مرگ خمینی، علیرغم حمایت تمام قد از خامنه‌ای، از صحنه سیاست کنار گذاشته شد و به منتقد جدی حکومت تبدیل شد. بعد از مرگ خمینی برای سید احمد چه اتفاقی افتاد؟ چگونه از عرش به فرش رسید و چگونه تاوان اعتراضاتش را پس داد؟ سید احمد مصطفوی معروف به سید احمد خمینی در 24 اسفند 1324 هجری خورشیدی در شهر قم به دنیا آمد. او پس از گرفتن دیپلم در رشته علوم طبیعی به تحصیل علوم دینی روی آورد. سید احمد در جوانی به فوتبال علاقه‌مند شد و همزمان با تحصیل عضو تیم فوتبال قم شد و مدتی نیز کاپیتان این تیم بود. علی پروین، اسطوره فوتبال ایران در دهه 40 و 50 تعریف کرده که احمد خمینی در سالهای 47 و 48 چند بار بر سر تمرین تیم پرسپولیس در تهران حاضر شده بود. علاوه بر فوتبال، نزدیکانش گفتند که علاقه خاصی هم به حرکات ژیمناستیک داشت و یک بار هم کم مانده بود به علت آفتاب بالانس زدن روی لبه بام ساختمانی به زمین سقوط کند، اما مصطفی چمران نجاتش می‌دهد. در سال 1345 توسط پدرش مؤمن و آخوند شد. در سال 1348 با فاطمه طباطبایی خواهرزاده امام موسی صدر ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج 3 فرزند پسر به نامهای سید حسن، سید یاسر و سید علی بود که همگی آخوند هستند. 1 سال بعد از تبعید خمینی به نجف، احمد هم مخفیانه و غیرقانونی از کشور خارج شد و نزد خانواده‌اش به نجف رفت. او پس از بازگشت از عراق به دیدار خانواده‌های زندانیان می‌رفت و پیام‌ها و سفارش‌های پدرش را به منسوبان و نمایندگان شرعی خمینی در ایران انتقال می‌داد و به تنظیم امور بیت پدرش در قم می‌پرداخت. بار دوم که غیرقانونی از کشور خارج شد، دستگیر شد. در این زمان امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران، وساطت کرد تا برای سید احمد گذرنامه و مجوز صادر شود. از این پس او می توانست قانونی از کشور خارج شود و نقش پیغام رسانی را به علاقمندان خمینی با آسودگی خاطر بیشتری ایفا کند. او در لبنان با امام موسی صدر در مورد مسائل منطقه و وضعیت شیعیان و مبارزه‌ای که پیش روی داشتند صحبت می‌کرد. با مصطفی چمران نیز دیدارهایی داشته و زیر نظر او آموزش نظامی دید. در آبان 1356 که مصطفی خمینی پسر بزرگ روح الله خمینی در نجف فوت کرد، نقش و جایگاه احمد هم تغییر کرد. او به طور دائمی در نجف مستقر شد و جانشین مصطفی در اداره امور دفتر و دستگاه پدرش شد. مسئولیتی که تا آخر عمر خمینی بر عهده او باقی ماند. مصطفی و احمد با هم تفاوت‌های زیادی داشتند. هر چقدر وجه حوزوی و فقهی مصطفی خمینی بر وجه سیاسی و عملیش می‌چربید، این نسبت در احمد خمینی برعکس بود. احمد برخلاف مصطفی عملگرا و سیاستمدار بود. هرچند مصطفی پسر بزرگ خمینی می‌خواست خمینی را از انقلاب دورتر نگه دارد و جایگاه مرجعیت او را حفظ کند، ولی سید احمد برعکس بود. احمد به شدت شور انقلابی داشت و به شدت تحت تاثیر تعلیماتی که در لبنان از موسی صدر و مصطفی چمران فرا گرفته بود، سعی می‌کرد فرصت دیدار و همنشینی انقلابیون تندرو را با خمینی فراهم کند تا روند انقلاب شدت بگیرد. پس از مرگ مصطفی، احمد دیگر تنها پسر خمینی بود. او مسئولیت بیت و دفتر روح الله خمینی را در نجف به عهده گرفت و به عنوان پیشکار، گزارشده و گاه مشاور پدر کار می‌کرد.
در بیشتر عکس‌های احمد و پدرش می‌بینیم که همیشه سر در گوش خمینی گذاشته در حال گزارش‌دهی و کسب تکلیف است. در همان دوره است که بسیاری از اعضای نهضت آزادی که در زمان حیات مصطفی به سختی فرصت دیدار با خمینی را پیدا می‌کردند، به راحتی با خمینی صحبت می‌کردند و او را برای رهبری جریان آماده می‌کردند. در مهر ماه سال 1357 روح الله خمینی از نجف اخراج شد. او به نوفل-و-شاتو در چند کیلومتری پاریس رفت. سید احمد هم با خمینی همراه بود. خود خمینی گفته با مشورت احمد به پاریس رفته است. احمد امور بیت و دفتر روح الله خمینی را در نوفل-و-شاتو بر عهده داشت و رابط اصلی پدرش و دیگر انقلابیون بود. روح الله خمینی توانست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای یک کشور دموکراتیک و آزاد انقلاب 57 را از آنجا رهبری کند. اطرافیان تاثیرگذار خمینی در نوفل-و-شاتو را بیشتر ملی مذهبی‌ها تشکیل می‌دادند. ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب‌زاده مشاورینی بودند که از طرف خمینی با رسانه‌ها و مأموران دولت‌های غربی ارتباط می‌گرفتند. سید احمد به همراه پدر و مشاوران او در کمتر از 4 ماه بعد یعنی 12 بهمن همان سال به ایران برگشتند. آنها در مدرسه علوی و رفاه تهران مستقر شدند. احمد خمینی در تاریخ 10 اسفند 1357 همراه با پدرش عازم قم شد و وسایل و زمینه‌های لازم را برای تنظیم امور بیت و دفتر خمینی و تأمین شرایط برای ارتباطات گسترده با مردم و مسئولانی که به دیدار خمینی در قم می‌رفتند فراهم نمود. او مسئول انتقال دستورهای پدرش به مراکز ذی‌ربط بود. روح الله خمینی 1 سال در قم اقامت داشت تا اینکه بر اثر عارضه قلبی عازم بیمارستان قلب تهران شهید رجایی فعلی شد. سید احمد حالا رئیس دفتر رهبر انقلاب شده بود و نقش مهمی در ارتباطات با مقامات جمهوری اسلامی داشت. او در سالهای اول انقلاب ارتباطش را با نیروهای ملی مذهبی حفظ کرد. مجاهدین خلق هم سعی کردند به او نزدیک شوند تا از نفوذ او در قدرت استفاده کنند. در مراسم 40 درگذشت محمود طالقانی در دانشگاه تهران که مسعود رجوی و همفکرانش نقش محوری داشتند، احمد خمینی سخنرانی کرد و به شدت گریست. مسعود رجوی که کنارش ایستاده بود او را در آغوش کشید. روابط خوب سید احمد با مجاهدین خلق تا جایی پیش رفت که برخی او را به عنوان سمپات مجاهدین معرفی می‌کردند. عبدالمجید معادیخواه عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی گفته احمد خمینی مدتی بود که سمپات سازمان شده بود اما با تشر پدرش از آنها فاصله گرفت. با افزایش اختلافات بین مجاهدین و روح الله خمینی، سید احمد از مخالفان سرسخت مجاهدین شد. دشمنی او با مجاهدین به قدری آشکار گردید که برای ترور او اقدام هم کردند، ولی او از ترور 28 مرداد 61 مجاهدین جان سالم به در برد. کینه سید احمد از مجاهدین خلق در اعدام‌های تابستانی سال 67 به اوج خود می‌رسد. در 13 آبان 58 که سفارت آمریکا اشغال شد، سید احمد ابتدا خودش را از برنامه‌ریزی برای اشغال سفارت آمریکا بی اطلاع نشان داد، ولی بعد با حضور در سفارت اشغال شده از کار انجام شده دفاع کرد. در 5 بهمن ماه 1358 سید ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب شد. مدتی بعد که اختلاف بین بنی صدر با مجلسی که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود برای انتخاب نخست وزیر بالا گرفت، بنی صدر برای رو کردن برگی علیه مخالفان خود احمد خمینی را به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری معرفی کرد تا مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بنی صدر از روح الله خمینی خواست که با نخست وزیری سید احمد موافقت کند، اما پاسخ خمینی به این درخواست منفی بود.
سید احمد در حذف صادق قطبزاده هم نقش مهمی داشت. قطبزاده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وزیر امور خارجه، رئیس سازمان صدا و سیما و عضو شورای انقلاب اسلامی بود. او در 17 فروردین 1361 به اتهام کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. در خاطرات حسین علی منتظری آمده است احمد خمینی در زندان نزد قطبزاده رفت و از او خواست که مصلحتاً استغفارنامه‌ای را که از قبل تنظیم شده امضا کند و آنچه را که او میگوید در تلویزیون اعتراف کند. سید احمد به قطبزاده اطمینان داد که بعد از این اعترافات خمینی او را عفو می‌کند. قطبزاده طبق گفته سید احمد اعتراف کرد، ولی نه تنها آزاد نشد بلکه اعدام شد. در واقع قطبزاده فریب سید احمد را خورد. در اعترافات از نقش سید کاظم شریعت مداری هم در تایید کودتا یاد شد. شریعت مداری کسی بود که در سال 1342 درجه مرجعیت را به روح الله خمینی اعطا نموده بود. پس از این رویداد از شریعت مداری سلب صلاحیت مرجعیت شد و به این ترتیب یکی از رقبای روح الله خمینی هم حذف شد. از اواسط دهه 60 که روح الله خمینی بیشتر بیمار و ناتوان شد، قدرت سید احمد هم بیشتر شد. هر کس از رؤسای قوا و وزرا وقت ملاقات می‌خواست، سید احمد از او می‌پرسید با آقا چه کار دارید؟ به دلیل مشکل قلبی آقا من باید بدانم. اگر درخواست آن فرد مطابق میل سید احمد نبود، نمی‌گذاشت دیداری صورت گیرد. احمد خمینی در تخریب مقبره رضاشاه به دست خلخالی جلاد انقلاب نقش پررنگی داشت. صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی که احکام اعدام جنجالی فراوانی را نیز صادر کرد، در خاطراتش از خراب کردن آرامگاه رضاشاه در اردیبهشت 1359 گفته است: ما به دفتر امام خمینی رفتیم و طبق معمول از هر دری سخن به میان می آمد و گفته شد زمان آن فرا رسیده که مقبره پهلوی خراب شود. ما می‌خواستیم به او و یارانش نشان دهیم که دیگر در ایران هیچ ریشه و پایه و خانه‌ای ندارد. بر پایه بخشی از همین روایت امکانات را عباس دوزدوزانی سرپرست وقت سپاه پاسداران در اختیار آنان قرار داده بود. در شب نخست عملیات خراب کردن آرامگاه، سید احمد جهت نظارت بر تخریب آرامگاه به آنجا رفت. در همین زمینه خلخالی گفته است در شب اول عملیات تخریب احمد آقا فرزند امام به آنجا آمد و این سرزدن نشانه موافقت امام با خراب کردن مقبره پهلوی ها بود، چون احمد آقا چشم و گوش امام بود. کار تخریب آرامگاه نزدیک 20 روز ادامه یافت و از دینامیت و جرثقیل هم در این کار استفاده شد. همانطور که شواهد موثق نشان می‌دهد این کار با استعلام از شخص روح الله خمینی انجام شد. طبق گفته احمد منتظری پسر حسین علی منتظری قائم مقام وقت خمینی، سید احمد اصرار داشت که بگوید روح الله خمینی اشتباه نمی کند و در مقابل هر کسی که به اشتباه امام می رسید می ایستاد. به عنوان مثال امام گفته بود که این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستادگی می کنیم. سید احمد به کسانی که می خواستند نزد امام بروند می گفت که از جنگ صحبتی نکنید. در جلسات سران سه قوه می گفتند که حرف صلح را مطرح نکنید. حتی آیت الله طاهری اصفهانی می‌خواست نزد امام برود و درباره کمبودهای جبهه صحبت کند. او خیلی از وضع جبهه‌ها گلایه داشت، اما در ملاقات با امام هیچ صحبتی از جبهه نکرد، چون حاج احمد آقا گفته بود که درباره مسائل جنگ به امام حرفی نزنید. اخبار جنگ از طریق سید احمد به روح الله خمینی می رسید و علاوه بر آن ابلاغ پیام‌های سری و علنی خمینی در رابطه با امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت در جلسات شورا و برنامه‌ریزی ملاقات رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا از دیگر مسئولیت‌های او بود. اینکه تمام فرماندهان نظامی برای ارتباط با خمینی باید از کانال احمد عبور می‌کردند، چنان قدرتی به احمد داده بود که همه را وادار به کرنش در برابر او می‌کرد. حسن روحانی که در زمان جنگ ایران و عراق رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بود و از سال 1362
قائم مقام فرمانده جنگ بود، میگوید که پس از بازپسگیری خرمشهر موافق پایان جنگ بوده و در اردیبهشت ماه 1365 و در زمانی که ایران شبه جزیره فاو را تصرف کرده بود، در دیداری که با احمد خمینی داشته به او توضیح داده که از نظر نظامی امکان پیروزی در جنگ نیست و گزارش‌های دیگر نادرست است. حسن روحانی از سید احمد تقاضا کرد که ملاقات ویژه‌ای با روح الله خمینی داشته باشد تا در یک جلسه نیم ساعته شرایط جنگ را برای او به عنوان فرمانده کل قوا گزارش کند. ولی احمد خمینی به او میگوید این ملاقات ثمری ندارد و در نهایت این دیدار انجام نشد. این خاطره حسن روحانی نشان می‌دهد که احمد خمینی برای دیدار قائم مقام فرمانده جنگ با روح الله خمینی مشکل تراشی کرده است. یکی دیگر از مانع تراشی‌های سید احمد دیدار مصطفی چمران فرمانده جنگ‌های نامنظم و مشاور و نماینده روح الله خمینی در شورای عالی دفاع بود. در کتاب سفر اسارت نوشته محسن کمالیان آمده است مصطفی چمران در آخرین سفرش به تهران به جماران رفته بود تا آقای خمینی را ملاقات کند و گزارشی از مشکلات جبهه را ارائه دهد، ولی احمد خمینی مانع دیدار می شود و چمران با دلی شکسته و به قصد عدم بازگشت به تهران به جنوب باز می گردد و یکی دو روز بعد در 31 خرداد 1360 در دهلاویه به شهادت می رسد. این ماجرا این پرسش را ایجاد می کند که آیا مصطفی چمران کشته شده است؟ یک حذف حکومتی دیگر؟ همچنین در کتاب سفر اسارت نوشته شده که احمد خمینی از پیگیری مسئله ربایش موسی صدر، روحانی با نفوذ شیعه در لبنان خوشنود نبود و برخی از اقداماتش عملاً سنگ‌اندازی در این مسیر بوده است. چرا که او موسی صدر را رقیبی برای پدرش می‌دانست. محسن کمالیان در کتاب سفر اسارت می‌نویسد آقای صدر معروف به امام موسی صدر مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش عمل بود. او در شهریور ماه 1357 در لیبی مفقود شد و تاکنون سرنوشت او در پرده‌ای از ابهام است. این ماجرا هم شک و تردیدها درباره نقش سید احمد خمینی در حذف امام موسی صدر را دامن می‌زند. مهدی نوربخش استاد علوم سیاسی و داماد ابراهیم یزدی نقل کرده که ابراهیم یزدی پس از استعفای دولت موقت بارها تقاضای دیدار با آقای خمینی را داشت ولی احمد خمینی چنین اجازه‌ای را نمیداد. در همین راستا این احتمال از سوی برخی نویسندگان حوزه جنگ داده شده که او در زمینه جنگ نیز ممکن است در تماس با فرماندهان جنگ پیام‌هایی را به نقل از پدرش و بدون اطلاع او ارسال کرده باشد که صحت نداشتند. به این ترتیب سید احمد خمینی مانع رسیدن گزارش‌های واقعی جنگ به پدرش می‌شده و چه بسا گزارش‌های دروغ به او رسانده باشد و بر مبنای این گزارش‌ها جنگ ایران و عراق طولانی شده و 8 سال ادامه یافته باشد. اما دامنه جنایات سید احمد خمینی به همینها محدود نمی شود. او از طرف حسین علی منتظری و بسیاری دیگر متهم است که از عوامل اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 است. احمد خمینی حامی اصلی اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب آن سالها و رئیس زندان اوین بود. روح الله خمینی گفته که در شکایت‌هایی که از لاجوردی می‌شد، هیچ کس به اندازه پسرش از او دفاع نمی‌کرد و او وجود لاجوردی را برای زندان اوین لازم و برکناری او را فاجعه می‌دانست. حسین علی منتظری در مورد نقش سید احمد خمینی در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 میگوید که شخص احمد آقا از 3-4 سال قبل از اعدام‌ها میگفت که مجاهدین از روزنامه خانش، مجله خانش و اعلامیه خانش همه باید اعدام شوند. حسین علی منتظری در خاطرات خود میگوید که نامه دستور اعدام زندانیان به خط پسر روح الله خمینی بوده، نه خود او. احمد خمینی بعدها این اتهام را تکذیب کرد و گفت این نامه را پدرش هنگام قدم زدن نوشته است. منتظری میگوید که هیئت مرگ به جای انتقال پیام وی به خمینی موضوع را به احمد خمینی گفته و او در پاسخ گفته توجه نکنید و به کارتان ادامه دهید. محسن سازگارا که معاون سیاسی محمد علی رجایی رئیس جمهور پیشین بود معتقد است که احمد خمینی جاده صافکن جنایت‌های اسدالله لاجوردی علیه مجاهدین خلق بود.
محسن سازگارا به جلسه اشاره می‌کند که در دفتر بهشتی برگزار شده و او به عنوان نماینده دولت در آن شرکت کرده بود. به گفته سازگارا در اواسط جلسه تلفن زنگ می‌خورد و پس از آنکه رئیس وقت دیوان عالی کشور به آن جواب می‌دهد، می‌گوید که آن سوی خط احمد خمینی بود و به نقل از پدرش دستوراتی درباره سرکوب مجاهدین خلق داد. در سال 1368 نامه‌ای پس از مرگ خمینی منتشر شد که در پاسخ به نامه محتشمی پور وزیر وقت کشور اعلام شده بود حضور اعضای نهضت آزادی در عرصه‌های مختلف سیاسی ممنوع است. متعاقب انتشار این نامه مهدی بازرگان این نامه را جعلی دانسته و سید احمد خمینی را به جعل این نامه متهم کرد. پس از آن اعضای بیت حسین علی منتظری نیز با تایید این ادعا اعلام کردند که این نامه جعلی بوده و سید احمد خمینی برخی از نامه‌های منسوب به خمینی را می‌نوشته است. متعاقب این ادعاها دادگاهی تشکیل شد تا به موضوع رسیدگی کند، ولی با طولانی شدن دادگاه و مرگ بازرگان پرونده مختومه شد. در سالهای پایانی عمر روح الله خمینی که خیلی ها از بیماری سرطان او اطلاعی نداشتند، احمد از بیماری پدر اطلاع داشت و می‌دانست که او به زودی می‌میرد. بنابراین شروع به زمینه سازی برای رهبری خود کرد. اولین گام کنار زدن حسین علی منتظری از جانشینی پدر بود. بعد از اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 اختلافات میان روح الله خمینی و حسین علی منتظری بالا گرفت. نهایتاً روح الله خمینی در نخستین روزهای سال 68 حکم برکناری حسین علی منتظری از جانشینی خود را صادر کرد. احمد خمینی کارگردان این ماجرا بود. منتظری خود گفته است که احمد در ترسیم چهره‌ای منفی از او در نزد خمینی نقش اصلی را داشته. منتظری معتقد بود که اگر نامه‌هایش به ویژه نامه‌های ماه‌های پایانیش به خمینی می‌رسید، رابطه‌اش تا این حد با او تیر و تار نمی‌شد. به گفته احمد منتظری، پسر حسین علی منتظری، افرادی مانند خلخالی و محمد هاشمیان امام جمعه رفسنجان به دنبال رهبری سید احمد بودند. هدف سید احمد محکم کردن جای پای خود به عنوان رهبر آینده بعد از مرگ پدرش یا حداقل تشکیل شورای رهبری و عضویت خود او در این شورا بود. ولی روح الله خمینی زودتر از پیشبینی او درگذشت. شاید اگر کمی بیشتر زنده می‌ماند، احمد نیز به قدر کافی جای پایش را محکم کرده بود و آدم‌های خود را در جاهای مختلف چیده بود. احمد وقتی فهمید شورایی شدن رهبری رأی نمی آورد و اقبالی هم جهت حمایت از او به عنوان رهبر نیست، با حمایت از رهبری سید علی خامنه‌ای موافقت کرد. به گفته مهدی خزعلی، بعد از مرگ روح الله خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی و سید احمد با هم جلسه گذاشتند و در آن تصمیم گرفتند که در این مقطع زمانی بهترین گزینه برای رهبری خامنه‌ای است. قرار شد رهبر بودن خامنه‌ای برای یک دوره موقتی باشد تا احمد خمینی به درجه اجتهاد برسد و امکان رهبر شدن داشته باشد. به این ترتیب ولایت خمینی بر مردم موروثی میشد. آنها شرط گذاشتند که خامنه‌ای در امور کشور با رفسنجانی و سید احمد مشورت کند. بعد از آن جلسه 3 نفره جلسه مجلس خبرگان برگزار شد و در آن جلسه هاشمی رفسنجانی به نقل از سید احمد خاطره‌ای نقل کرد که از نظر مثبت خمینی به خامنه‌ای حکایت داشت. رفسنجانی گفت که وقتی آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشان با آقای کیم ایل سونگ رهبر وقت کره شمالی نمایش داده میشد، خمینی گفت که واقعاً خامنه‌ای شایسته رهبری است. این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. نقل این خاطره سید احمد از روح الله خمینی باعث شد که بعد از جلسه علنی خبرگان خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شود. این تصمیم برخلاف وصیت روح الله خمینی بود.
او وصیت کرده بود که وقتی که من مردم هر چیزی که به من نسبت داده می شود یا باید کتبی باشد و یا نوار صوتیش موجود باشد. فردای آن روز سید احمد نزد خامنه‌ای رفت و اعلام بیعت کرد و خاضعانه و قاطعانه از این انتخاب حمایت کرد و پشتیبانی خود و خانواده خمینی را از رهبر جدید اعلام نمود. سید احمد طبق قراری که در آن جلسه 3 نفره گذاشته بودند برای بسیجیان و سپاهی‌ها سخنرانی کرد و فعالانه در تثبیت رهبری خامنه‌ای کوشید. سید احمد با وجود عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حکم سید علی خامنه‌ای دیگر آن نفوذ سابق را نداشت. علیرغم حمایت سید احمد از انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر و آن خاطره سرنوشت ساز، جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی بعد از فوت پدرش هرگز مانند گذشته نشد. حمایت سید احمد از خامنه‌ای با تصور این بود که جایگاه قبلیش حفظ می شود. ولی رهبر جدید بیت جدید داشت و بیت رهبر قبل دیگر اهمیتی نداشت. این یک قاعده مشخص است. سید احمد به تدریج از جریان امور کنار گذاشته شد و روز به روز منزوی‌تر شد. آنچنان که در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، تنها 1 سال پس از شروع رهبری خامنه‌ای و در پایان یکی از این جلسات و در راه بازگشت به خانه، سید احمد از رفسنجانی می‌خواهد که اطلاعات بیشتری از امور جاری کشور به او داده شود و خواهان آن است که در جلسات دیگر در خانه رفسنجانی هم حضور داشته باشد. ولی این درخواست او مورد توجه قرار نمی‌گیرد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از 19 خرداد 1369 نقل می‌کند که چگونه رهبر جدید به درخواست احمد خمینی بی‌توجهی کرده است. رفسنجانی میگوید شب با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. تصمیمات شورای امنیت مطرح شد و به تصویب رهبری رسید. احمد آقا تقاضای گرفتن بخشی از پادگان نیروی دریایی برای مقبره امام را داشت که رهبری آن را به آینده موکول کردند. همچنین احمد آقا پیشنهاد کرد نماز جمعه تهران در مرقد امام اقامه شود که جز در مناسبت‌های خاص پذیرفته نشد. بعد از مدتی انتقادات علنی سید احمد از شرایط کشور آغاز شد و او در اردیبهشت 1370 در گفتگو با روزنامه کیهان در خصوص افزایش تجملگرایی و رفاه زدگی گفت متاسفانه تجمل، رفاه زدگی و افراط در مهمانی‌های آنچنانی به حدی است که اگر بخواهیم به سالهای قبل از فوت امام برسیم کار بس مشکلی پیش رو داریم. شما سری به وزارتخانه‌ها بزنید، گلدان‌های گل‌های تزئینی که از مال مردم فقیر تهیه می‌شود را ببینید، میز و صندلی‌ها دیگر میز و صندلی‌های اول انقلاب نیست، سفره‌ها دیگر آن سفره‌ها نیست، ریخت و پاش به قدری است که دل هر کسی را به درد می‌آورد. 5 ماه بعد او در یک سخنرانی دیگر از فاصله گرفتن مردم از مسئولان میگوید. دیگر روحانیون مسئول مانند مردم در صف اتوبوس نمی ایستند. منازلشان با منازل پابرهنه‌ها همخوانی ندارد. خودرو و خوراک آنها مانند مردم نیست. مسافرت‌ها وضع زن و بچه آنها به کلی تغییر کرده و تجمل جای درویشی را گرفته است. احمد خمینی دیگر با روزگار سختی مواجه شده بود. هم از شرایط کشور و هم از وضعیت خودش ناراضی و ناراحت بود. او از یک طرف دیگر آن نفوذ و قدرت سابق را نداشت و از طرف دیگر با سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی مخالف بود. او که تا چند سال قبل در مرکز سیاست و قدرت ایران ایستاده بود، حالا از بسیاری از اخبار و اطلاعات کشور هم بیخبر بود. احمد خمینی که فاصله‌اش با خامنه‌ای و رفسنجانی افزایش یافته بود، بعد از مدتی با ناامیدی با حالت قهر از تهران خارج شد و در منطقه‌ای پرت و دورافتاده در بیابان‌های مابین تهران و قم سکنا گزید. بعدها این منطقه را دشت احمد نامگذاری کردند.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون حقوقی رئیس جمهور در این مورد میگوید در مقطع ایشان تصمیم گرفتند چند ماهی با خدای خودشان خلوت کنند و در یک خانه روستایی با یک چاه آب در منطقه‌ای بین تهران و قم در عمق بیابان رفته به انجام فعالیت‌های مذهبی بپردازد. به موازات این عزلت‌گزینی، انتقادات احمد خمینی به وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود شدت پیدا کرد. سید احمد در سال 1373 و چند ماه قبل از فوتش با مسئولین وزارت اطلاعات دیدار کرد و از اینکه امروز هم خون مستضعفان را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک میمکند، از اینکه یک عده سرمایه‌دار زاروصفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به حال خود رها شده و به جان این ملت افتاده اند ابراز تأسف می‌کند. او با اینکه عضو شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت بود ولی در این جلسات هم شرکت نمی‌کرد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 14 مرداد 1373 خود این انزوا را این چنین توصیف می‌کند: عصر به احمد آقا تلفن کردم و احوال پرسی نمودم. سپس به منزلمان آمد. از علت انزوا و خانه نشین شدنش پرسیدم. اظهار خستگی و افسردگی و کسالت جسمی نمود. قرار شد به تدریج در جلسات و شوراهایی که عضویت دارند شرکت کند. در آن مقطع زمانی سید احمد نه فقط از نظر روحی بلکه از نظر جسمی نیز شرایط نامساعدی داشت و به بیماری‌های مختلفی هم دچار شده بود. او از یک طرف گوشه‌نشینی اختیار کرده و کمتر در تهران بود و از طرفی لحن سخنانش انتقادی و گزنده‌تر شده بود. صحبت‌های او همه را عصبانی کرده بود. با وجود تذکرات زیادی که به او داده می‌شد، او کوتاه نمی‌آمد و به سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش ادامه می‌داد. علی لاریجانی در خاطرات 5 مهر 1373 خود می‌نویسد: در اخبار داخلی موضع‌گیری و انتقاد شدیداللحن حجت الاسلام آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کردند. علی لاریجانی در خاطرات 6 مهر ماه 1373 خود هم می‌نویسد: آقای هاشمی گرفته به نظر می‌رسد. احتمال می‌دهم به دلیل نوع موضع‌گیری‌هایی که این روزها برخی شخصیت‌ها و روزنامه‌ها درباره کارنامه دولت داشته‌اند خوشحال نیست. در یادداشت‌های 28 بهمن 1373 هاشمی رفسنجانی آمده است: با حاج احمد آقا تلفنی احوالپرسی کردم، خبر رسیده بود که مریض است و در بیمارستان. گفت دلدرد شدیدی گهگاه عارض می شود و برای معاینه به بیمارستان رفته است. احمد خمینی 4 روز قبل از مرگ آخرین مصاحبه عمرش را با روزنامه امید انجام داد. او از اینکه الان داخل 16مین سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز برخی از مسئولین، حتی مسئولین ستادهایی که پس از انقلاب تأسیس شده اند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته می‌اندازند و ندانمکاری‌های خود را ناشی از مشکلات بجامانده از رژیم به گفته او طاغوت می‌دانند، به شدت انتقاد می‌کند. احمد خمینی در این مصاحبه با انتقاد از گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی و اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت، ریشه این مشکلات را مسئولین کشور عنوان می‌کند. او همچنین در این مصاحبه میگوید بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردند و کسی هم نفهمید، مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار را در حدود 100 تومان ثابت نگه دارد. که این حرف او افشا می‌کرد که بالا بردن قیمت دلار کار خود دولت جمهوری اسلامی است. در صبح 21 اسفند 1373 که این مصاحبه منتشر شد، احمد خمینی را که کنار تخت به پشت افتاده و بیهوش شده بود پیدا می‌کنند و به بیمارستان می‌برند. به گفته همسرش او شب گذشته تا ساعت 2:30 بامداد بیدار بوده. گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که عارضه قلبی و تنفسی ناگهانی در حالت خواب سبب ایست کامل قلب و تنفس برای لحظاتی شده و همین امر موجب سکته مغزی گردیده است. پس از 5 روز تلاش تیم پزشکی نتیجه نداشت و سید احمد خمینی در شامگاه 25 اسفند 1373 درگذشت.
هنوز پزشکان لوله‌های اکسیژن را از بدن او جدا نکرده بودند که شایعات در مورد دلایل مرگ ناگهانی پسر روح الله خمینی به سرعت در کشور پخش شد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته: به خانه آمدم. محسن و حمید دامادهایم آنجا بودند. درباره شایعات مربوط به مرگ احمد آقا صحبت بود. خیلی شایعات نادرستی در پس مرگ نابهنگام او وجود دارد. رادیو اسرائیل هم شیطنت می‌نماید. بعدها درباره مرگ خود هاشمی رفسنجانی هم این شایعات به سرعت در کشور پخش شد. با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد و گشایش صحنه سیاسی در ایران و به دنبال آن وقوع قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در پاییز سال 77 باز هم موضوع مرگ سید احمد خمینی خبرساز شد. در آن زمان معلوم شد که محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت، به دیدن سید حسن خمینی پسر سید احمد رفته و به او گفته که سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات در اعترافات خود مسئولیت قتل سید احمد را بر عهده گرفته است. عمادالدین باقی، نویسنده‌ای که درباره قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق می‌کرد، این خبر را که از سید حسن خمینی شنید، در یک نشست دانشجویی اعلام کرد. محمد نیازی این سخن عمادالدین باقی را تکذیب کرد و عمادالدین باقی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفت. عمادالدین باقی با ارسال نامه‌ای علنی به سید حسن خمینی از او خواست که اصالت سخنانش را تایید کند و سید حسن خمینی هم به صورت مکتوب شهادت داد که خبر ذکر شده از سوی عمادالدین باقی در مورد اظهارات محمد نیازی صحت دارد. وقوع قتل‌های زنجیره‌ای به انتشار بی‌سابقه مجموعه‌ای از افشاگری‌ها در مورد قتل‌های سیاسی در ایران و وزارت اطلاعات کشور منجر شد. سید علی خامنه‌ای در دی ماه 77 3 روز پس از اعلام رسمی دست داشتن مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها گفت: من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاده بدون یک سناریوی خارجی باشد. او این قتل‌ها را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است. دشمنان خودش را می‌کشد. خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و عیالش. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد این میتونه دوست نظام باشه؟ میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمیکنم. پس از اعترافات سعید امامی و همکارانش، گزارش‌های زیادی در مورد اعتراف گیری تحت شکنجه بسیار شدید علیه آنها منتشر شد. با وجود آنکه تردیدی در نقش کلیدی سعید امامی و همکارانش در قتل و شکنجه منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در دهه 1370 وجود ندارد، در این نکته نیز نمیتوان تردید داشت که سعید امامی و سایر دستگیر شدگان پرونده قتل‌ها خود در دوران بازداشت شکنجه شدند. با پیگیری سید محمد خاتمی، اعضای تیم بازجویی و سرتیم آنها جواد عباسی، معروف به جواد آزاده، دستگیر شدند. وقتی از جواد آزاده پرسیدند که چرا سعید امامی و همسرش را تا این حد برای کسب اعترافات شکنجه کردید، او گفت وقتی رهبر تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل‌ها به خارج وابسته نباشند، برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه‌اند. کسب اعتراف دیگری برایم قابل تصور نبوده است. که این پاسخ هم پرده از بسیاری مسائل دیگر برمی‌دارد و توضیح می‌دهد که چگونه متهمان تحت شکنجه‌های شدید به چیزهای اعتراف می‌کنند که هرگز مرتکب نشده‌اند. اما چون حکومت می‌خواهد، باید چنین اعترافاتی از آنها گرفته شود. جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی مدت کوتاهی پس از دستگیری از زندان آزاد شدند. چیزی که قضیه قتل سید احمد توسط سعید امامی را تایید کرد، قتل دکتر جمشید پرتوی بود که خبر قتلش در میان قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و روشنفکران گم شد و کمتر به گوش رسید.
در 10 دی ماه 1377 و همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای، جمشید پرتوی متخصص قلب نیز در منزلش به قتل رسید. دکتر جمشید پرتوی پزشک مخصوص سید احمد خمینی بود. وی نزدیک به 4 سال پس از مرگ سید احمد در 7 دی ماه 1377 در منزل مسکونیش در همسایگی سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی به قتل رسید. در نگاه اول بدون هیچ پیش‌داوری قتل او بدون همکاری نیروهای امنیتی ممکن نبود. چرا که دست کم 4 گیت بازرسی در خیابان و کوچه محل اقامت وی وجود داشته است. گیت‌های متعلق به نیروی انتظامی و سپاه حفاظت انصارالمهدی. در خاطرات هاشمی نیز 2 بار از قتل وی نام برده شده. بار اول در فردای شب قتل که او نوشته از وزارت اطلاعات خواسته پیگیر باشند و بار دوم در خاطرات سال 1378 که اخیراً منتشر شده و رفسنجانی می‌نویسد که در دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای نام او نیز آمده است. رفسنجانی از علت قتل دکتر پرتوی در خاطراتش ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. در جریان مرگ سید احمد خمینی 2 متخصص قلب به قتل رسیدند. ابتدا دکتر تفتی که گفته می شود از پذیرش همکاری با باند سعید امامی در قتل احمد خمینی سر باز زده است و دکتر پرتوی که در زمان قتل احمد خمینی و بستری شدن او سرتیم پزشکی او بوده است. دکتر جمشید پرتوی پس از 5 روز تلاش خود و تیم پزشکیش موفق به احیای احمد خمینی نمی شود، اما از دلیل به کما رفتن و مرگ او مطلع می شود. او تا برملا شدن قتل‌های پاییز 1377 سکوت می‌کند. اما با بازداشت سعید امامی، او در یک مراسم افطاری و فرصت دیداری که با سید حسن خمینی داشته، او را از نحوه قتل سید احمد و دست داشتن سعید امامی در آن مطلع می‌کند. سید حسن خمینی از او می‌خواهد تا اطلاعاتش را در اختیار خاتمی و سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دهد. اما 5 روز بعد او در خانه‌اش به طرز فجیعی کشته می شود. 17 ضربه چاقو و متلاشی شدن سرش با کاسه هاونگ برنجی. سیزده سال بعد متنی روی اینترنت منتشر شد که ادعا میشد برگی از اوراق بازجویی سعید امامی است و حکایت از این داشت که سعید امامی دستور قتل احمد خمینی را از علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات دریافت و اجرا کرده است. در اعترافات سعید امامی آمده ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور میماندیم. مثلا وقتی با خبر شدیم احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می کند، آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را تحت نظر بگیرند و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت 1 سال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد، مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعد حاج آقا خوشوقت هم از بیت به آنجا آمدند و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد. سعید امامی در بازجویی‌ها به دفاع از خود گفته است چرا برای اقدامات من از وزیر اطلاعات علی فلاحیان سوال نمی‌پرسید؟ من احمد خمینی را به دستور مستقیم ایشان و به فتوای آیت الله خوشوقت کشتم. البته بسیاری از ناظران معتقدند که چون اعترافات سعید امامی زیر شکنجه اخذ شده نمی‌توان به آنها اتکا کرد. اعترافاتی که گویی مسئولیت تمامی اقدامات فراقانونی وزارت اطلاعات در طول 1 دهه را فقط به گردن سعید امامی انداخته است. پس از آن هم اعلام شد که سعید امامی مسئول اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در زندان اوین با داروی نظافت خودکشی کرده است. این خبر هیچ وقت مورد پذیرش عموم قرار نگرفت و حتی برخی از نزدیکان سعید امامی از او به عنوان شهید یاد می‌کردند. بعد از خودکشی سعید امامی شایعه‌ها در مورد قتل سید احمد ادامه پیدا نکرد و پرونده خیلی زود جمع شد.
در 16 بهمن 1400 با یک توییت دوباره سرباز کرد و حسین دهباشی تاریخ پژوه در توییتی با ضمیمه کردن عکس ورود روح الله خمینی به تهران در 12 بهمن 1357 درباره سرنوشت و علت مرگ همراهانش نوشت: حاضران ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور فرار و مرگ در فرانسه، صادق طباطبایی معاون نخست وزیر مهاجرت و مرگ در آلمان، حسن لاهوتی فرمانده کمیته انقلاب مرگ در اوین، صادق قطبزاده وزیر خارجه اعدام، مرتضی مطهری عضو شورای انقلاب ترور و احمد خمینی رئیس دفتر پدر مرگ با مصرف بی‌رویه. مرگ با مصرف بی‌رویه این عبارتی است که برای افرادی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز از بین می‌روند به کار می‌رود. بعد از این توییت بیت خمینی از حسین دهباشی به اتهام تهمت ناروا به سید احمد شکایت کرد و دادگاه برایش قرار منع تعقیب صادر کرد. دهباشی در نهایت به اتهام اهانت به سید احمد خمینی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. ولی در لایحه تجدید نظرخواهی به حکم دادگاه بدوی آمده است که این ادعا بر اساس اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته شده. دادگاه آن را پذیرفت و حکم محکومیت حسین دهباشی لغو شد. علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار میگوید احمد خمینی به علت بیماری‌هایی که با آنها درگیر بود داروهای زیادی مصرف می‌کرد که برخی از آن داروها از آلمان و توسط صادق طباطبایی برادر همسرش برایش ارسال می‌شد. به گفته این روزنامه‌نگار داروها قبل از رسیدن به احمد خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات و تیم سعید امامی آلوده می‌شدند و همین داروها بودند که سبب مرگ او شدند. با مرگ احمد خمینی بخش مهمی از وقایع پشت پرده و تصمیمات مهم در حسینیه جماران نیز به خاک سپرده شد و جماران صرفاً تبدیل به مکانی برای نشر و تنظیم آثار روح الله خمینی گردید. بر اساس مستندی که از زندگی خدیجه ثقفی همسر روح الله خمینی تهیه شده، مادر سید احمد خمینی بعد از مرگ او گفت: دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟ ممنون از اینکه تا پایان این مستند تاریخی همراه ما بودید. کوچه تاریخ جایی است برای ورق زدن کتاب زمان و گفتن از آنچه که دست قدرت آنها را پنهان کرده. لطفاً با سابسکرایب کانال، لایک ویدیوها و نوشتن نظراتتان روی دیوار کوچه تاریخ شما هم شریک ما در این پرسه‌های روشنگرانه باشید. سپاس.